رقم ماشینری یافت میشه، استردار گرفته، چیندار، 300 200 2500. به خاطر این است که در شهر کار میکنی. شهر یک تکاوی میکشی، یک کار میکنی، نزدیک یک پروژه میره. یکی از باز کوم کار میکنه، اینا باز لوبیت میبره. این یک مشکل. ماشینی تو هست که 14000 پیدا میشه، گرفته تا 1,20,000. ما باید در بدر نشیم، کلگی روز میرم بوده کوی در ایران میموره، کوی در ترکیه میموره. پرزه میاد دیگه، ما بسته‌بندی میکنیم، هر چیزش براش جور میکنیم، باز به کار رای میکنیم. کلانه که شما میبینید گیراره ایده سریعی میمانیم، واز میمه، بومش واز میمه، ایجاکایش واز میمه، یه را بعد ما مردم ایجا وصل میکنم، چینهش کلگیش واز میمه. تو ماشینا رسیده که با خدا در چین جور نشده، اینجا جور شده. اینجا جور شده با کار استاش. سیل اسکواتورها به کابل. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز. امیدوار هستم شب و روزتان به خوبی و خوشی سپری شود. بیننده های عزیز، من مطیع حیدری هستم و شما تصاویر ما را از درچه افغاندوستی بیننده هستید. آمدیم در سرای چینایی ها، جایی که هزاران اسکواتور و ماشینری به خاطر ساخت و ساز و آبادانی وطن رسیده. قرار است یک فصل بزرگ آبادی را در افغانستان رقم بزنند. هموطنان عزیز، امروز آمدیم تا این سری از ماشینری یا اسکواتورها را ببینیم که چقدر پروژه های ساخت و ساز در افغانستان قرار است بخیر آغاز شود. یکی این پروژه ها بیشتر برای معادن است، برای ساخت شاهراه‌ها، سرک‌های حلقوی و چقدر میتونه این ماشینری ها در آبادی افغانستان سهم بگیرند. میریم برنامه امروز آغاز میکنیم. قیمت از این اسکواتورها به کجا رسیده؟ واردات از این اسکواتورها از کدام ممالک صورت میگیره؟ آیا به شکل پرزه یا به شکل بسته‌بندی شده؟ شما تصاویر بسیار خوب رئیس ها بینده باشین. میریم برنامه امروز بخیر آغاز میکنیم. یا موج اسکواتورها یک بار دیگه در شهر کابل و این نشان دهنده پروژه های بسیار بزرگ است. ما امیدوار هستم که تمام این ماشینری ها بتونن بخیر پروژه بسیار خوب را در افغانستان رقم بزنه. سلام به شما بیادر، خسته نباشید. و علیکم سلام، شما هم خسته نباشید. بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت این نامتان برای هموطنان بگوین، یک معرفی شما داشته باشید. نام ما کرام الله، از ولایت لوگر در اینجا زندگی میکنم در کابل. بیشک والا وطندارم از ولایت زیبای لوگر است. چقدر وقت زمین ساعت مصرف کاربار هستین؟ نام خدا یک سیل بسیار کلان از ماشینری در اینجا رسیده. والا اینجا خود زیاد وقت میشه، همین ماشینگری است، پامید میاد از خارج در اینجا جور میشه، باز پروشته میشه، در کار رای میشه، اینجا جور میشه، ترمیم میشه. ما خودم کسم 3 سال 2 سال میشه که در اینجا هستم. 2-3 سال میشه در اینجا هستی. چند نوع ماشینری در اینجا پیدا میشه؟ اینجا دیگه هر رقم ماشینری یافت میشه، استردار گرفته، چیندار، 300 200 2500 210. این تو ماشینا در اینجا دریافت میشه تا 520. تا 520. یعنی اسکواتورای بسیار قوی کلان هم که شما ضرورت داشته باشیم اینجا هست دیگه. بیخی در اینجا کلان ترین ماشینا هم هست. این ماشینری ها گفتی که از دیگه ممالک میاد، از کدام کشورها میاد زیادتر؟ این زیادتر از نیپال، چین، کره، از این جاها میاد. تو ماشینری های بسیار قوی معلوم میشه، یعنی قیمت های از چند شروع شده باشه تا چند شاید باشه؟ ماشینری خود را باید هر رقم داره دیگه. ماشینی تو هست که 14000 پیدا میشه، گرفته تا 1,20,000. نام خدا. $1 قیمت تا 1,20,000 دلار در اینجا ماشینری پیدا میشه. این ماشینری از کشورهای مختلف گفتین میاد اینجا باز تنها فروش میشه یا یگان قراردادی ها رو شما کار میکنید؟ والا اینجا دیگه با فروش هم هست دیگه. از اونجا که میای پرزه میاد کانتینرها میاد اینجا ترمیم میشه. خود ما وسایل هر چیز با مجهز است، پرزه فروشی ها، وسایل مستوری ها، هر چیز از کشور خود داریم شکر الحمدلله. از هر چیز پر هستیم که ماشین سر پای استاد کنیم با کار رای کنیم. دیگه جالب جرینجا است که صحبت میکردین اینجا خودش از یا پرزه میاد با شما بسته‌بندی میکنیم؟ ما بسته‌بندی میکنیم. این پرزه میاد دیگه، ما بسته‌بندی میکنیم، هر چیزش براش جور میکنیم، باز با کار رای میکنیم، اینجا میپروشیم، زیادترش با کار رای میکنیم که ترمیم شه. خدا خیرتان بده. بدون از اسکواتور در اینجا دیگه ماشینری هم هست مثل لودر و بعض ماشینری دیگه هست. ماشینری لودر هم هست، رول هم هست، 2 تا رول است دو طرف، 1-2 تا لودر هم داریم. شکر الحمدلله چیز پر است. نام خدا.
بیاین خیلی کم کم برای هموطنان معرفی بکنیم به اصطلاح ماشینری‌های چیندار و به اصطلاح انواع و اقسام مختلف از اینا. ما می‌خوایم در همین قسمت برنامه ای رو پرسان بکنم که این هم سال شما چند دانه ماشینری به اصطلاح با بازار توزیع کردین، کار ماشینری ها بیشتر در سرکسازی است، در کدام پروژه رو بیشتر پیش میبرن؟ والا زیاتر ماشینری که در اینجا ترمیم میشه میره و تخار بدخشان در اینجا ترمیم اونجا سر کار میره. در اینجا زیاد ماشینری ها دیگه آمدن امسال خود حساب شام کتما نیست که چقدر ماشینری شکر الحمدلله در کشور ما آمده جور شد، رفت سر کار ترمیم شد، شکر الحمدلله کشور ما با پای استاد میشه. شکر الحمدلله. هموطنان عزیز میریم دانه به دانه این ماشینری ها رو برای شما معرفی میکنیم. شرکت ها و مؤسساتی که بیشتر این علاقمندی به خرید این رقم ماشینری ها دارن در وطن خود ما به شکل پرزه میایه و در اینجا بخیر ساخت میشه. میتونین به 34 ولایت افغانستان بخیر انتقال بتین. بریم برنامه امروز بخیر آغاز کنیم. شما تصاویر بیننده باشین، برنامه ما ادامه داره. اسمی که شما بیننده هستین نام خدا ماشینری ها انواع و اقسام در اینجا وجود داره. رفیق ما ان شاء الله که معرفی خواهد کرد. از این ماشینری اولی بر ما اگر یک معرفی رو شروع کنین. با چه شکل ماشینری هستی؟ این ماشین چین است دیگه، در ساخت چین است پامیدی. کوریایی است پامیدی. پرزش کوریایی است. در چین جور شده 2019 مدل است. ماشین خوب ثابت ماشین است. ماشین ثابت است تا به حال در این کار شده نشده چه رقم؟ در چین کار شده. زیاد در اونجا چلیده. اونجا چلیده ایجا دیگه در کابل تا به حال هیچ کار نکرده. نه هیچ کار نکرده تا. بشک والا. با پروش استاد است اینجا کتم است. نام خدا. اینمی ماشینری به اصطلاح قیمتش فعلا چند از بازار؟ این قیمتش است 45000. 45000 دلار. خدا خیرت بده. این باز چی از تو پرزه میه؟ کل چیز از یواز می باشه پرزه میه؟ این خو که آماده از چین همی تو مستقیم بند آمده. دو تا آمده که یک تا ایست که یکی شو طرف سر اولش است. اردوش جورا آمده، پرزه آمده در تیلر آمده. این ماشینری پالوش که از باز چه رقم است؟ او دوسن است. او پرزه آمده در اینجا جور شده دیگه با ساخت کشور جور شده. او خودش پرزه آمده. بازیا چقدر وزن دارن به اصطلاح نظر به وزنش؟ 21 تن. 21 تن هر کدام از این ماشینری ها. زیادترش از این قدم کلان می باشه. والا بسیار وزن زیاد داره. یا رو باز به چه شکل انتقال میتن؟ از کدام مسیر میایه یا زیادتر؟ این که است که از مسیر چین کوریا از اینجا که میایه در ایران توزیع میشه، پس در محترای افغانستانی طرف آورده میشه. یک در کانتینرها میاد دیگه در اینجا با پروش ما جورش میکنیم. خدا خیرت بده. بریم خیامت پیشتر دیگه ماشینری ها رو یکی دو تا دیگه به معرفی بگیریم. این ماشینری پالوش باز یک ذره خردتر است که کردن. او دوسن است. او هم امور رقم است. امیر رقم است. مشکل نیست که هم 225 است یا هم 225. او فرقش که دوسن است ای دی اکس است. خب اینی فرق داره. او طرف بعض ماشینری های دیگه هم هست که ماشینری ها باز چی کارا رو میکنه؟ او ماشینری هم همین ماشین است. او دوستان است زیادترشان دی اکس است. لودرش هم در ساختش داریم، عربی هم داریم در اونجا. این ماشینه. اینی را گفتی که چینایی است. او هم چینایی است. اونو پالوش باز او عربی است. بعضی ماشینری ها میگن از سنگاپور میایه، از بعض ممالک دیگه میایه. این چه رقم حساب است؟ خب میایه از هر کشور در اینجا میایه ساخت میشه، جور میشه با پروش باز با کارم رای میشه. خب زیادتر ماشینری ها که است حالا پروژه ما که بریم طرف اینی بریم پروژه بریم، خب کل چینایا که اینجا پروژه را گرفته خودش ماشینری خود آورده برش با کار. چرا که ماشینری خودش استفاده کنه. اگر ماشینری ما تولید شود برای ما یک چیز میبانه، ما دیگه ماشینری هم میتونیم تولید کنیم با افغانستان. امی اکثر شرکت ها به اصطلاح گفتی که خودشون ماشینری میارن. اون ماشینری ها کتازیا باز فرق می داشته باشه، کدام تفاوت می داشته باشه؟ والا در ماشینری تفاوت است که این ماشین است ای از این آمده. از این آمده. این پشت سر ما شما کاست کامره ای از این آمده. یعنی ساختش هند است دیگه. ساختش هند است. والا بسیار جالب است. ماشینری ها بسیار قوی ماشینری بسیار کلی خو این نراغلی دی. بسیار بیشتر میگن که در کوریا ساخته شده اما از هند وارد شده به افغانستان. باز پرزه از در کجا می باشه اینجا که باز بر وطنداران نشان بدیم؟ پرزهش یعنی یک پرزه فروشی دیگه هم است، کو طرف دیگه پرزه فروشی هم است. هر رقم وسایل بخوای پیدا میشه در پرزه فروشی. اگر پیدا نشه ان شاء الله در اینجا جور میشه و پرزه که پیدا کم وافس اینجا جور میشه ان شاء الله. یعنی یک گپ بسیار مهم اینی است که یک تکنیکر یا خب به اصطلاح خودتون که کار میکنین، ایره پالش میکنین، بسته میکنین، پرزا را جای به جای میکنین، یک کار است بسیار سخت است. والا کارش زیاد سخت است. چرا وزن هم داره، دیگه جای هم داره.
همون تا برای ما آسوده شده. خنام خدا. آه. چقدر وقت است گفتی 2-3 سال تنها در اینجا کار کردی؟ سابق هم جای دیگه کار کرده بودی؟ والا سابق بود در دیگه کارا بودیم، زیادتر وقت رفتیم دوپور شدیم، ایران رفتیم، دیگه جای هم رفتیم، هر ملک گشتیم. خب نه سختی های دیگه ملکا رو خیلی خودت هم دیدی؟ والا تیر نکنی نمیشه، در زندگی هر رقم سختی و راحت میه. امی کار در دیگه ممالک چه رقم است؟ در وطن چه رقم است وضعیت؟ والا در وطن شکر الحمدلله، حالا که ما نگاه میکنیم پا میدی که هر رقم کوشش بکنی و یک جای نه یک جای میرسی، یک روز نه یک روز به یک جای میرسی ان شاء الله. امی اکثر شرکت هایی که در چهار بغل ما میبینیم نام خدا بسیار پر جمع و جوش و بیروبار شده، ماشینری آمده. کدام پروژه بسیار کلان در افغانستان بخیر زیاد شده؟ چه رقم شده که یک قدر ماشینری نام خدا رسیده؟ والا پروژه کلان که ما سعی کنیم ماشینایی است که در میساینک کار میکنه و چرا ماشینریش از خودش است. اگر ماشینری افغانستان برش بره، اینی ماشینری که اینجا ایستاده از اینجا به کار بره و زیاد کار پیشرفت میکنه. دریورای ما هم 2 نفر در یک ماشین حتما میخوره. حتما هم بر دریور مصروفیت کار پیدا میشه، هم اینجا دیگه واردات قوی میشه، هر چیز وارداتش قوی میشه، هم مستریا زیاد میشه و برش کار کنه، هم دیگه چیزا واقعا است که مستری هم از خود آورده، دریور هم از خود آورده، کار ما شما را بس. خودت هم از لوگر هستی، تو خود طرف خود مثل عینک رفتی دوجه کار چه رقم است؟ چقدر بیروبار کار است؟ والا بیروبار زیاد است. کار تا حالا ندیدیم، خب در فیسبوک هم میبینیم که چطور کارش پیش میره. دیگه ما خود حالا از نزدیک ندیدیم. بیا توکل به پروردگار. هموطنان عزیز شما تصاویر عزیز صاحب بیننده باشین، صحبت های ما ادامه داره. در روز هم میریم بعضی ماشینری که تا به معرفی نگرفتیم معرفی می‌داشته باشیم. برنامه هستیم. این یکی از ماشینریایی است که تازه دیگه بخیر نو چرب کردن، به اصطلاح مو ماشین و انجین گپای زیر بخیر بسته میکنن. استاد در کنار ما، سلام علیکم بیادر. و علیکم السلام، بخیر آمدید. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ جان شکر، زنده باشید. تشکر. بسیار مانده نباشی. چطور میگذره خونکا گرمیا؟ بس شکر است الحمدلله، فضل خدا خوب میگذره. خدا عزت و برکت بده. نامت اگر برام بگو. نام من نعمت الله است. استاد نعمت الله، چقدر وقت از این مسلک کار میکنی؟ یک 14-15 سال شد. 15 سال شد که در این بخش کار میکنه. خب تجربه گرفتی دیگه. خب الحمدلله. باز این سما یکی از دریا است، سرش نرسیدیم، فهمیدی یاد میگیریم معلم. این دریا است، کار بسیار کلان است. این یک ماشینری که میرسه چه رقم پرزه میرسه، چه رقم شما بسته‌کاری میکنین دیگه؟ یکی از پرزه میآید، امی پرمش جدا میباشه، یعنی بالا سرش جدا میباشه، اینا بعد ما با وصل میکنیم، سر کرنگ پایین میکنیم. بعضی اونمو بولتای کلانه که شما میبینید گیراره سری میمانیم، واز بومش واز میه، جکایش واز میه، یاره بعد ما مردم اینجا وصل میکنیم، میچیناش کلگیش واز میه. ایرا کابینش واز میه، ایرا بعد اینجا ما مردم بسته میکنیم. کابین تمام پرزجات هم تو تنها میه، باز اینجا بسته‌کاری میشه. بسته‌کاری میکنیم. این ماشینری خرد کلان از این باز چیز فرق میکنه؟ نمیکنه. در ماشین فرق داره. ماشین پارک داره، انجینش هم پارک داره، در رکبامش هم پارک میکنه، در چیز جکش هم پارک میکنه، هر چیز پارک داره. به شک والا. این پرزایزی باز از کجا میاد؟ ماشین خو گفتن بعضیشون که تو بسته که میباشه از دیگه ممالک میاد. پرزایش باز از کجا میاد؟ پرزایش حالی که است در کلاچه بسیار پرزایش حال زیاد از این کلا وزیر علی مارکت و مردم افغانستان با تجارت خود شروع کرده، خودش میاره. نام خدا. امیر صلح امنیت که باشه باز کل ولایت کار شروع میشه. ماشاءالله امنیت خو بسیار خوب است، از طرف امنیتی که بگم بسیار کار خوب شده، امنیت بسیار خوب است. او دیگه کار تقدیر مسئله است، که تقدیر که در چی نوشته او برات میرسه. او کار الحمدلله طالبا بسیار شروع کرده. خدا خیرت بده. امی وضعیت ساخت و ساز در پایتخت که میبینیم، در ولایات که میبینیم، این چقدر ضرورت است برای ماشینری‌ها که بخیر روز به روز زیاد شود؟ یکی است، این علم با کم است در افغانستان. در افغانستان این ماشینا علم کم است که در افغانستان پروژه شروع شد، کلان سرک، همین ما شما یک سرک داریم کندار، یک سرک از هر روز تکر میباشه. وی که باید موتروی واره دو دبا سرک باشه بسیار یگات. این ماشینا علم کم است. سرک کابل جلال آباد شروع است. دیگه پروژه لوگر دو سرک شروع بسیار سرکات با ضرورت است. طرف شمال بری با سرک جور شوه. این علم کم است. این وطن که در آبادی باشه بازی ماشینری‌ها بسیار ضرورت است. امسال زیاد آمده این ماشینری‌ها یا چرا؟ زیاد آمده. ماشین زیاد آمده. تو کدام خبر آبادی البته بسیار پروژه کلان شروع شده که این رقم ماشینری آمده. این پروژه که ما پیشم برات گفتم که سرک کابل جلال آباد شروع شد، بسیار اوج مصروف است. دیگه شده سرک لوگر مصروف است. حالی زمستان از طرف شمال پروژه بند است. یعنی تابستان که شو پروژه شروع میشه. دیگه کارات دولت خودش بند کرده.
حال سرک تیمانی از پول جور میکنه. خودت میبینید در تلویزیون که ماشینا بسیار مصروف است. چقدر مصروف میشه. هم ماشینری میایه، هم به اصطلاح این مستری و به اصطلاح پرزه و همگی مصروف کار میشه. یک پروژه بسیار خوب است. کلی خوب است. برای وطن ما پیدا است، برای زمین ما پیدا است، برای هر چیز ما پیدا است. همین معادن ما شما یک امیر رقم ماشینری های بسیار کلان ضرورت داره. زیاتر کدام ماشینری ها رو میبرند بر معادن؟ معدن میبره بیادر. همین ماشینای چی رو میبره؟ 300 ماشین میبره، همین 340 میبره، همین چینی رو میبره، هر رقم 225 میبره به دبل شیپ کار میکنه باش. همین ماشینری ها در قسمت بسته کردن یکی خود چین است، یکی باز تایر داره. این چی فرق داره؟ کدامش اما تو پخته قوی است؟ قوی که است هی است. تر به خاطر است که در شهر کار میکنی. شهر یک تکاوی میکشی، یک کار میکنی، نزدیک یک پروژه میره. یکی از باز کوم کار میکنه، اینا باز لوبیت میبره. اینم یک مشکل. به شک است. دیگه کدام باز یعنی نظر من مقاومت و سختکاری زیاد است. زیاد. هر ماشین که است چی قدر کلان میاد دو قدر باز مقاومتش زیاد میشه. به می مسئولین، به می دولت، به می تجارای ما شما چی پیام دارین؟ وارد کردن هر ماشین چقدر فرصت کار بر جوانا برابر میکنه؟ والا بس مردم افغانستان ما اینم یک گپ میگم که باید سرمایه گذاری در وطن خود بکنن. ما شما باید در بدر نشیم. کلی روز میرم کوی در ایران میموره، کوی در ترکیه میموره. همیشه کار باشه، فهمیدی؟ هر کس ساعتش تیر میباشه. این میاد که ما دانه پر کار میکنن. فهمیدی؟ بعض ما نمیرسیم به کار. والا بسیار رخصت میکنیم. والا بیشکتان است خدا. این نام خدا یک فرصت کار مساعد میشه، جوانا مصرف کار میشه. کدام پیامی که اگر بازم داشته باشین کمره خدمتتان است. با ډیره مننه. الله دې افغانستان سورلره لري، آباد لري او تل دې وي افغانستان. زنده باد افغانستان. تاسو مننه. هموطنان عزیز، این استاد بر ما شما یک معلومات بسیار خوب داد. ماشینری هر کدامش این کابینش جدا پرزه میه، چاینش هم تو جدا میه، تمام پرزایزی جدا میه. اینمی استاد کارا را خدا خیر بده که در اینجا پس کلش یک جای میکنن. یک ماشینری بسیار زیاد قوی مسلکی به خیر بسته میشه. شما بازم تصاویر بینده باشین. صحبت های ما ادامه داره. هموطنان عزیز، در ادامه برنامه هستیم. یکی از وطندار دیگه ما در کنار ما است. اینجا نام خدا انگر و سرای بسیار زیاد است، اما یک انگر که بیشتر تجهیزات و مشتری داره. بخیر میخوایم امروزشون صحبت داشته باشیم. سلام بیادر، مونده نباشید. صحتت خوبه جان جور است؟ بخیر است ان شاء الله. شکر الحمدلله. نام خدا چقدر ماشینری رسیده و برادر از کجا آمدی ماشینری؟ یا خارج میاد دیگه. وطن معدنای اینا زیاد است. خب نام خدا. ماشینگری زیاد میاد. نام خدا. نامت نگفتی چند سال از اینمی کسب کار اینجا کار میکنی؟ نام عتیق الله است از ولایت پکتیا. ماشاءالله. همینجا می طول یک 8 ماه میشه که مادی. نام خدا. عتیق جان اینجا چی کارا میشه؟ چی را آوردین بخیر؟ چند نوع ماشینری اینجا پیدا میشه؟ این ماشینری چند قسم هستن. از عربستان میاد، از هند میاد، از مالشیا میاد، از 5-6 دولت میاد اینجا. از 5-6 دولت میاد. پرزه میاد یا تو بسته‌کدگی کلش؟ نه کلش پرزه میاد. کانتینر پرزه کدگی میاد. اینجا تصمیم رنگ هر چیز میشه. بس این چه میشه. از کدام مسیر میاد؟ باز از کدام راه میاد؟ از راه چین میاد؟ راه چین هند اینا میاد. بسیار خوب. هموطنان عزیز، شما تصاویر ما را از یکی از هنگرها در این ساحه بیننده هستیم و آمدیم تا صحبت‌های هموطنان ما را داشته باشیم. شما تصاویر جریان کار بیننده باشین. برنامه ما همچنان ادامه داره. های عزیز، قسمی که شما اینا در تصویر بیننده هستین اکثرا پرزایی که به اصطلاح در این ساحه میه. رفیق ما را پیش از این قسمت پرسان کردیم که این ساحه مربوط به چی میشه. قسمتی است مربوط به بخش خرادی. ما در بخش خرادی های موتر شنیده بودیم، دیده بودیم، اما در این قسمت تا بالا چیز معلومات من ندارم. باش که از استاد معلومات بگیریم. اینی پاکت است نه. ما میخوایم امیر به اصطلاح برسانیم. دیگه به این شکل ما جور میکنیم میره. دیگه بغلش چند پتی میزنیم در اونجا پن میفته. اگه او چالگیری داشته باشه خمون تا پاکت صحیح کلک پاس میکنه. اگر چالگیری نداشته باشه پاکت هیچ صدای نمیده. بسیار نرم هم کار. نرم کار میته. امور را جور میکنیم در اصطلاح. فهمیدی؟ اینی دنداناش اسیر برش میندازیم. اینی پلیتش اگه خورده باشه پلیت نو برش میندازیم. اینی سرت کتر اسیر برش میندازیم که پاکت دیگه بخی تا 1 سال 1.5 سال بخی هیچ عوارض نداره. به شک تسوال. باز در این بخش که به اصطلاح مربوط به بخش خرادی گفتی میشه، چه چیزایی ازی جور میشه؟ چه کارهای زیر میکنه در اینجا؟ والا دیگه اگه تولیدات ذات باشه این هر چیز باشه این پاکت هم ساخته میشه در اینجا. والا آفرین. از این پاکت ها که خوب هم ساخته میشه. اگه وسیله داشته باشیم هر چیز داشته باشیم تجارای ما با همین دقت کنه از هر چیز جور میشه. نام خدا. امی وطن ما شما یک کوبی که داره نام خدا هر نوع معدن داره. از آهن گرفته تا هر چیز. در اکثر ممالک این منابع وجود نداره دیگه. اینی موجود نداره. اگر نه هر چیز
پورا است اینجا هر چیز کلم و آواز میشه شکر الحمدلله استاد است استاد میفهمه سری که چطور جور کنم این چیزا این چطور ترمیم کنم استادا میفهمه تا نه این تو ماشینا رسیده که با خدا در چین جور نشده اینجا جور شده اینجا جور شده با کار استاد شده این استادا هم هست اینو تو وسیله هم آمده نام خدا اینی ماشینری ها با اصلاح این پاکت های یا وقتی که در جمعه اگر احیانا لقی یا کدام مشکل داشته باشه این خرادی ها دیگه باز بخیر کارش میکنه همین ماشینری رو میگیره تصویر بگیریم یک نشان بدیم میشه که تصویر در اون سمت ما شما داشته باشیم بهتر و بیشتر در این ساحه این استادکارا کلی مصرف کارم است که زیاد یار از کارم نندازیم یا هم بسیار یک مصرفیت کلان است اینی ماشینری باز چی کارا رو میکنه اینجا دیگه کدام این که کلان باشه بزرگ باشه پن باشه اینی وسیله در اینجا اول ویلدینگ بشه بعد از اون در خرادی جور میشه خب ای هم وظیفه را انجام میده یا هم وظیفه را انجام میده و هم وظیفه را از این ماشینری ها باز دیگه در افغانستان هم هست یا کم است والا از تک خود زیاد نیست کم است منتها باید از این ماشینا هم زیاد باشه کارم هم شما هم زیاد باشه اینی هم هست اینی ماشینری هم هست اینی هم هست خب دیگه من دیگه ماشینری است یعنی تکنیک است دیگه همین مغز یک آدم دیگه سرش کار کنه این دیگه مغز آدم کار میکنه استادا تک شکر الحمدلله کار میتونه سرش کده اینجا آورده برای خود کار میکنه اینجا زحمت خود میکشه تکلیف خود میکشه ماشین با پای استاد پیشتر گفتیم بعض پرزایی است که وارد نمیشه یا بسیار کم میباشه اونم پرزام در این ماشینری ها جور این ماشینری ها جور میشه خدا خیر زیادتر چیزا که نباشه ما میخوایم با در بازار سعی کنیم پیدا نمیشه خب میخوایم از اینجا جور کنیم برای خود بسیار عالی بیننده های عزیز شما تصاویر از این ماشینری ها رو بیننده باشین میریم در بیرون معرفی و یا فروشات از این ماشینری ها رو ان شاء الله در برنامه می داشته باشیم امیدوارم شما هم تا پایان برنامه ما رو بیننده باشین هموطنان عزیز در ادامه برنامه هستیم رفیق ما در کنارم است این یک آدمه که با اسلام میخواد این رقم ماشینری یا اسکاوتورها رو بخیر خریداری بکنن میخوایم که امی طرح خرید یا شیوه خریداری از این ماشینری رو بخرید ما شما بلد شیم استاد بازم مونده نباشی خیر ببینیم بخیر باشی اینال دو دانه ماشینری ما شما اینجا پالو داریم یک آدمی که اگر میای بخیر بخوای ماشینری بخره این میره چه رقم برش یک معرفی میکنیم والا یک نفر که میای همین ماشینری را که میخره پامیدی و حتما که خود یک نفر میاره دریور میاره یک مسلکی نفر میاره که این سیل کنه یک نگاه پرتا ما برش از معادله میگیم که از کدام کشور آمده او را میگیم خب اصلا اینجور شده از کوریا خدا خیر این ماشین تایردار است کوریایی است که ماشین تایردار است از وارد از چین است این ماشینری گفتی تایردار است این تایردار است چی کمالات داره مدلش چند است چقدر وزن میتونه برداره این مدلش است سه مدل است ساخت کوریا است از پام پنجن اسمبلی هر چیز مکمل بسته آمده بیشک والا این ماشین اینجا فقط بومش واز بود بومش بسته کردیم دیگه اینجا استاد شده یک رنگ مالیش کردیم همینجا به پروش استفاده دیش خدا خیرت بده این باز یک تایر و دو تایر از این فرق میکنه والا دیگه تایراش دو تا میه پایش کلان است ماشین خوب ثابت ماشین است وزن خوب بلند کده میتونه جی کیمر هم کار کده میتونه پای جی کیمر هم هست هر چیزش مستطیع است بیخوام تو ماشینری بخیر برابر است قیمت از نمی چند است قیمت از این است 45000 روپیه $45000 شما میتونید بخیر ماشینری خریداری بکنید یک گپ که بسیار مهم است در یک تایر و دو تایر و یعنی تفاوت‌های از این که دیگه ماشینری هم وزنش چی است والا دیگه ای تو ماشین است آتاچی دیکس که میاد تایردار میاد تا 57000 روپیه دارا خریداری میشه در اینجا خب از اون قدم بلندترین نرخش است همون تا این ماشین که است که حالا ما با پروژ داریم در اینجا در شرکت تایردار یک تا این ماشین است چیندار است این چیندار است که این ماشین است چیندار 85000 قیمتش است 21 مدل است این ماشین ما داره این ماشین هم اینه بیادر دیجا پرزه دیجا آوردهش بستهش یا نه هم تو بسته‌کاری آمده این از نیپال آمده دیگه پرزه بود دیده اینجا بسته‌کاری کردیم 21 مدل است دیگه استادش هم کردیم زیادتر جایش رنگ هم نشده فقط داغگیری گرفتیم ما فقط داغگیری کردیم چطور ماشین ثابت است ان شاء الله بر کار برابر است ماشین دیگه از اینکه شاید در مارکت ما ثابت ماشین نمیدیم نداشته باشه به شکتان است همین پیشتر بعض پروژه رو گفتین که همین شرکت ها از خارج از کشور به اصطلاح خودشان میاره مثلا چینایی ها اینی ماشینری ها کار ماشینری که چینایی ها میاره میتونن انجام بدن
از او کده دو چندش میتونه قوی است یا این زیاد قوی است از او کده نسبتش او که است هوندایی ما هم یک تا داریم او هم کار کده میتونه خب مونتا که چطور این کار میکنه نسبت اون نمیتونه او که است کلان ماشینری است او عوارض زیاد میکنه یا که است که عوارض نمیکنه 225 به این مردم خوش میکنه که عوارض زیاد نمیکنه. بیا توکل به پروردگار. بسیار تشکر از اینکه وقت دادین. در اینجا یک قسمت دیگه هم گفتین که لودر مونده، اون رو بخیر برای وطن داره یک نشان بدین. لودر هم میریم همونجا سعی میکنیم او قسمت داریم. بسیار خوب. بیننده عزیز شما تصاویر از جریان تکمیل و سبندی از این ماشین‌ها رو بیننده باشین. میریم و تصاویر لودر همچنان بیننده میباشین. هموطنان عزیز، اینی هم از لودرایی که بیشتر در این ساحه وجود داره. رفیق ما یک معرفی میکنه ببینیم که چند نوع لودر در اینجا وجود داره. بازم مانده نباشی بیاد. بازم مانده نباشی. یک تا لودر در قسمت که ما داریم لودر مدل 17 است. 2017 966 است. در این قسمت ما این لودر را داریم. خب این چی کمالا داره؟ این خود تایر است دیگه به اصطلاح. این دیگه تایر است. پاکت پر میکنه، مازدا و اینو این چیزا را پر میکنه. خب بشه. قیمت های از یا باز چه رقم است یا از کجا وارد میشه؟ یا که وارد میشه این خود ساخت چین است. خب ساخت کره است، خود چین وارد چین است. ساخت کره است اما تمام وارد کنندهش یا وارد شده از چین است. این ماشینری ها. بیشک والا. باز ایران دیگه مثل از اون ماشینری دیگه وارد شما پرزه بسته میکنین یا خودش بسته کردگی میه؟ ای والا زیادترش پرزه میه. زیادترش جور میباشه، یگان چیزاش خراب میباشه، مستطیرش خراب میباشه، دیگه چیزا پایپاش خراب میباشه، او را ما بسته بندی میکنیم، جور میکنیم، در اینجا با پروش استادش میکنیم یا با کار رای میکنیم. کدام پیام ناله داشته باشی برای هموطنای ما، برای تجارای ما، کدام گفتنی داشته باشی ای آبادی وطن که میبینی معادن افغانستان که امروز کم کم در حال استخراج است، در مجموع کدام پیام داری که همراه خدمت است؟ والا شکر الحمدلله که ما معدنیات داریم، سرک سازی داریم، در هر پروژه شکر الحمدلله ماشین نگاری استفاده میشه، از این که بیشتر هم شاید استفاده شود. اگر پروژه‌ای که پیشتر رفیق ما گفته که پروژه زیادتر طالب است او که واشه و ان شاء الله تعالی این ماشینری بر ما و شما کم است. از این که بیشتر ما و شما نیاز داریم که در معدنیات پال بسازیم. بسیار تشکر از اینکه خودت وقت دادی. بخیر باشه شما. هموطنان عزیز شما صحبت‌های ما رو دیدین. در این منطقه که ما آمدیم باش که ما یک کمک خود راست بسازم که شما هم تصویر این ساحه بهتر داشته باشین. در این منطقه که ما آمدیم مسیر سرک کابل جلال آباد است. از اینمی اول منطقه که به اصطلاح از سایه چهارراهی عبدالله ما شما بگذاریم، اینمی موضوع اسکاواتورها یا شرکت‌ها و مؤسساتی که در اینجا وجود داره تمام از یا در این ساحه مصروف واردات اسکاواتور، ماشینری، لودرهای بسیار قوی و به 34 ولایت افغانستان از اینجا انتقال میشه. ما امیدوار هستیم که پروژه ها بخیر افتتاح شود، هموطنان ما صاحب کار شوند. با وارد کردن یک ماشینری شما فکر بکنین مستری از او، پرزه از او، امو استاد درایور از او و هم کس که به اصطلاح بسته‌بندی میکنه، یعنی ده ها نفر مصروف کار میشه. تشکر میکنم از شما که تا دقایق ما را نبودین. امیدوارم شما سفر لایک سابسکرایب داشته باشین، نظرات بسیار خوبتان رو با ما شریک بسازین تا یک بار دیگه محمد ولی حیدری از ارشاد خدمتتون قرار میگیریم. شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز امانت میگذارم. الله یار و نگهدارتان.